سلام بینندگان و هواداران تلویزیون تاجیکستان. برنامه تاجیکستان و جهان است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. ما در این برنامه مسائل مربوط به حیات بانوان را در منطقه و جهان بررسی نموده منظور شما می‌گردانیم. متوجه باشید به سرخط گزارش. نگاه به وضع حقوق و آزادی زنان در سراسر جهان. آمارهای رسمی سازمان ملل متحد عاید به وضع زنان و مادران در کشورهای زیر سایه جنگ. تاجیکستان کشوری آباد و آزاد و مادران سرمایه بزرگند. در پرتو سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مادران، بانوان و عموما زن تاجیک موقع و جایگاه سزاوار خود را در فضای اطلاعاتی و جمعیتی جمهوری صاحب اختیار عزیز و مهربانمان پیدا نمود. مهتاب سر کوه شبم مادر بود، همدرد غم زمانم مادر بود. وقتی که از یگان کشور جهان جنگ و ناآرامی آغاز می‌گردد، نخستین تیر جنگ به دل مادران می‌زند، زیرا احساس گرم و پاک مادران فراتر از دیگر احساسات جهان است. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تحولات جدی در حیات و فعالیت زن مادر تاجیک با وجود آمده، حالا بانوان کشور در زیر صلح و آسایش و استقلال و آزادی با بهره‌مندی از سعادت روزگار برای آبادی وطن و کمالات فرزندان سهم بزرگ خود را می‌گذارند. همزمان امروز با دستگیری دولت و حکومت و رهبریت عالی کشور حقوق بنیاد، بانوان عزیز ما در عرصه‌های گوناگون حیات سیاسی و امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ و معارف و مدیریت اخلاقی جامعه شهروندی تاجیکستان فعالانه اشتراک نموده، بیشک زن مادر تاجیک سعادتمندترین زن جهان است. بخصوص در زمانی که میلیون ها نفر از زنان و مادران در کشورهای گوناگون عالم درگیر درد و رنج، مهاجرت و پناهجویی، خشونت و بینوایی هستند. پایدار و جاویدان باد شادی و لبخند مادران در هر جای جهان، زیرا مادران سرمایه بزرگ و ستاره فروزان تیره شب روزگار، آرامی بخش، نیرو بخش و حیات بخش همه ما می باشند. در دنیای جهانی سازی و تحولات سیاسی و اقتصادی، زنان در روبروی بزرگترین تهدیدهای روحی و روانی قرار دارند. طبق بررسی‌های سازمان ملل متحد، حالا نصفی از اهالی جهان را زنان تشکیل می‌نمایند که از آنها با عنوان قدرت بزرگ و سرمایه حیات بخش استفاده می‌شود. اما نابرابری نسبت به زنان در گوشه و کنار مختلف جهان به نظر می‌رسد. هنگامی که به تاریخ تحول و حرکت آزادی‌خواهی زنان در جهان نگاه می‌افکنیم، با ما عیان می‌گردد
که همیشه در مرحله‌های گوناگون تاریخ زنان در روبروی مشکلات و در زیر هدف‌های بی‌ثبات، جنگ، خشونت و بیرحمی بودند. همیشه با رسیدن سن بلاغت تهدیدهای تازه در مقابل زنان برخواسته می شده است. مثلا در سال 1913 یعنی قبل از جنگ جهانی یکم 7% زنان حقوق اشتراک در انتخابات و رای دهی در آن را داشته باشند. خوشبختانه در سال 2017 یعنی بعد از 104 سال 99% زنان در سراسر جهان حقوق اشتراک در انتخابات را به دست آوردند. حالا هم کشورهای وجود دارند که در آنها زنان حقوق رای دهی در انتخابات را ندارند و در کشورهایشان به حیث شهروند دوم اعتراف می‌گردند. چنانکه که سازمان جهانی تندرستی مشخص نموده است، حالا نسبت به کشورهای اروپایی زنان در کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتینی قضیه‌های اجتماعی را از سر می‌گذرانند. در این کشورها 16 میلیون دختران در سن 17 و 18 پایان عائله برپا نمودند که از نگاه آمارهای بین المللی تندرستی حالت ناگوار بهداشتی در سلامتی و ادامه عمر آنها مانعه‌های زیادی را ایجاد نموده است. در کشور نیگریا باشد 95% زنان از 15 تا 19 ساله فرزنددار می باشند. دیگر منبع‌های خبری و تحلیلی سازمان ملل متحد تأکید می نماید که بخش زیادی زنان برای کار مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته قاچاق می شوند. 59% قربانیان قاچاق جهانی انسان را زنان و 17% را دختران نابالغ تشکیل می نمایند. آمارهای رسمی و آخری سازمان حقوق انسان بیان می نماید که امروز تقریباً از هر 3 زن 1 نفر توسط شریک زندگی خود مورد خشونت و لط و کوب قرار می گیرد. خشونت‌های خانوادگی در سراسر جهان در حال افزایش است و مادران همیشه در بعضی از جامعه‌ها مورد لط و کوب قرار گرفته بسیاری از آنها جان خود را از دست می‌دهند. زنان در بازار کار به پیشروی‌های خوب دست یافته باشند هم، ولی درآمد آنها نسبت به مردان پایان‌تر می‌باشد. در مقایسه با عصر 20 در دوام 15 سال اخیر تحولات نو به نوعی در دنیای زنان به نظر می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد که بخش زیادی زنان در کشورهای زیر سایه جنگ از قبیل نیگریا، لیبیا، عراق و سوریه، سودان، سومالی، جمهوری اسلامی افغانستان، میانمار و غیره در زیر آزار و اذیت خانوادگی و جنگ و جدایی قرار دارند. در کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصادی از قبیل شتات‌های متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، بریتانیای کبیر، جمهوری مردمی چین، فرانسه، اسپانیا و غیره بیشتر زنان در روبروی خشونت‌های فیزیکی و آزار جنسی به سر میبرند. برابر کشورهای جنگ زده در کشورهای پیشرفته نیز بخش زیادی از زنان در رنج و عذابند. این نوارهایی که حالا منظور شماست با آسانی مشاهده میکنید که زن مادری عصر 21 در این زمان پیشرفت و تحولات و جهانی شدن باز با چنین سرنوشت تلخ و تیره گرفتار شده از جانب شریک زندگیش مورد زوراوری و خشونت قرار دارد. وضعیت بسیاری از مادران در بسیاری از مملکت‌های جهان قابل باور کردنی نیست. همه روزه زنان در این یا آن کشور دنیا مورد توهین، تهدید، خشونت، قاچاق، تجاوز، زوراوری، خیانت، بینوایی، فرار از جنگ، مهاجرت و پناهجویی قرار دارند. تهدیدهای ناگوار عصر 21 آزادی و حق زندگی را در بسیاری از زنان گرفته است و نمیتوانند برای حل مشکلاتشان به یگان قانون و دادگاه پناه ببرند. محققان ساحه حقوق انسان بر آن نظرند که خشونت‌های فیزیکی، روانی، زوراوری همه جمع بسیاری از عائله‌ها را گریبانگیر کرده است. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که همه روز 10 نفر از زنان با لط و کوب شریک زندگی و یا شوهر سابقشان به هلاکت رسانیده می‌شوند. با در نظر داشت چنین مسائل داغ جهان، امروزها در بسیاری از کشورهای اتحاد اروپا با اشتراک دانشمندان و فعالان جامعه واخوری‌های زیادی آموزشی به راه مانده شده است.
تا خشونت‌های خیابانی و عائلوی در این کشورها پایان یابد. این مسائل نیز در دانشگاه‌های پزشکی و پرستاری بسیاری از دولت‌های اروپایی براه مانده شده است تا زنان از حقوق و آزادی‌های واقعی خود در کنار نمانند. تحلیلگران بر آن نظرند که پر اهمیت ترین و سازنده ترین راه حل چنین قضیه های اجتماعی و مقابله علیه آن این پیش از همه اطلاع رسانی و آگاه نمودن مردان و زنان به خصوص نسل جوان نسبت به آزار و اذیت خانوادگی است. متاسفانه بسیاری از قربانیان خشونت حتی از قربانی بودن خودشان هم آگاه نیستند. امروز شرایط نشان می‌دهد که یگانه آرزوهای زنان جهان امروز عدالت و آزادی نسبت به آنها میباشد.